باور میکنین کسی که یک دنجه غش میمونه یک غشت طلا را در جنت منتظر شود انشاءالله خدا خواهد. چون که این همش پاداش خدا خواهد. کسی که در دنیا مسجد میسازد در جنت قصرش میسازد. پادشاهانشین اون قصری که نه چشم دیده انشاءالله نه در خاطر گذشتگی و کدام ایشون سخن از کدام وطن باشدم قطعی از تاجیکستان می قرقیزستان می یمکن سال قزاقستان می کجایی که باشدم انشاءالله به یک دولت های مکمل به خاندانشو برگشتن اعلی اله نصیبشو بدارد. در قطاری ها ما و شما غریبانم. دم غنیمت از زانی من آدم غنیمت. اینم بعد 3-4-5 ماه بعد یه دروازه سخاوت ما میپوشیم. کسانی که داد الله میتیهش، کسانی که نداد و یار هم الله بتیهد. ما هیچ کس دعای بد نمیکنیم. کسی که خدا خواهد میتید نمیتید انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی وای هاندم بتیهد وای هانم خدا خواهد دولتش زیاده کند لیکی بعد پشیمانی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله شکری به خدا که امروز الحمدلله در این سحری پرفیض پر برکات الله سبحانه و تعالی اولا دیدار یکدیگر دیدن الله مناسب دید. این روز باز ما انشاءالله خدا خواهد در این مسجد انشاءالله یک تاج مسجد انشاءالله که این رمز اسلام که این خدا خواهد یعنی محتاب است. الحمدلله امشب یک قسم شه سحری خدا خواهد یک قسم شه گذاشته انشاءالله الحمدلله خدا خواهد با آخر رسونده. من امروز خدا خواهد مهمانات باز از شهر این تشریف دارن الحمدلله برای یعنی سردیوالی مسجد از زده یعنی محکم کردن حرکت دارن. الله سبحانه و تعالی همه این برادران کوچ و قوت همه این برادران خدا خواهد انشاء موفقیت آنانی که خدا خواهد انشاءالله از دور و نزدیک و ما کمک دارن و یاردم مادی چی معنوی انشاءالله چی دلالت ها دارن برای آبادی این مسجد. الله از همه ما و شما اله راضیشتگی باشد. الله سبحانه و تعالی سعادت دو دنیا این دنیا و آخرتون هم رسوند. از زانی من یک قصه همین سحر در کتاب مطالعه کردم در دوره های رسول الله صلی الله علیه و سلم ثعلبه گفته که یک صحابه کم بغل وجود داشت. همون ثعلبه دائم ای نماز پیش برمده میرفت. از اون رسول الله گفتند که ای ثعلبه برای چی ای نماز تیز میروی؟ گفت من یک لباس دارم یک کرته دارم همسرم در خانه لیچ است هیچی ندارد میرم با این لباس باوی میتیم و عبادت میکند. گفت یا حضرت گفتم پیغمبر یک دعا که الله سبحانه و تعالی من بای کنه. پیغمبر که قسم به خدا که گفت یعنی ثعلبه اگر من دنیا را میخواستم خدا همین کوها را برای من طلا کرد که دنیا را نخواستم. یا همین کم بغلیت خوب است بایا پیش یعنی از کم بغلا از بایا پیش 500 سال پیش جنت میدرایم. گفت هر روز پرسیدن گرفت یک روز از مال غنیمت یعنی یک گوسفند اومد میگه یک گوسفند مادر را به چین ثعلبه داد میگه به حامله دار بود. ثعلبه وقتی که گوسفند بود دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردی تیز باشیده برفت. حتی سکه نمازهای 5 وقته نمیده کشید سکه نماز جمعه نمیده کشید سکه عاقبت نماز جمعه رم ترک کرده یعنی دشتی مکه نبود از مکه دوتر جاها رفت. یک روز رسول الله صحابه میگن ثعلبه کجا شد؟ گفتن ثعلبه را دنیا فریبش کردی. گفتن از یعنی دور رفته است نامدن ساده. میگه وای بر حال ثعلبه. یک روز میگه آیتی که زکات فرض شد برای زکات دادن انشاءالله من مال ها یعنی وقتی که رفته ثعلبه را گفتن که میخه زکات دو صحابه را فرسون رسول الله صلی الله علیه و آله بره بگه ثعلبه را زکات مالش بتیه. گفتن که این از مال غنیمت است برای این زکات لازم نیست نداد زکات شه. و الله سبحانه و تعالی در سوره یعنی توبه یعنی قبول نکردنی زکات یعنی ثعلبه را الله سبحانه و تعالی یعنی فرمان داد. وقتی که این فرمان انشاءالله خدا خود با وی رسید الله در همین جا میگه که کسانی هستن که آرزو میکنن که خداوند برای ما دولت پول و مالت ما در راه خودت خیر میکنیم احسان میکنیم وقتی که پول و مالش میتیم نمیدهد.
کسانی که انشاءالله پول و مال دارد و با زکات و خیر انسان نمیتید وای حالشون از دانی من وای بدست و میگه ثعلبه را آیت رفته میگه یک خیشش رسون ثعلبه مولاش جمع کرد زکات پیش پیغمبر اومد رسول که میبخشی یعنی بر تو وعید سخت اومد خداوند را زکات قبول نمیکند قبولش نکرد دوری ابوبکر اومد قبول نکردش عمر در دوری عثمان رضی الله تعالی عنه جان به حق تسلیم کرد عزیزان من به ایمان از این دنیا به سبب ندادن زکات رفت عزیزان من شما هم وعده ها میکنید خدا خواهد خدا جان هر روز دعا میکنید پروردگارا برای من دولتی بشمار من برای خودت برای بنیاد مسجد برای ساختن کوپر برای یعنی خلق نیست راه و دیگر و ها باغ و با هم احساس میگوی وقتی که پول و مالش میتین شما اند الله سبحانه تعالی لیکن شما گپاتون دروغ و فریب میکنین به این کار نکنین هر خیری که هر نیکی که انشاءالله در راه الله میکنین الله انشاءالله خدا خواهد پاداش خودش میتید یک سومی که میتین خدا تا 700 وعده کردگی است به یک قول به یک احسان 700 خدا بخشد از فضل بهد اگر یک سوم در راه الله بتین خداوند 700 سوم کرده برای شما میتید عزیزان من شما شاهد است روز به روز مسجد ما رنگ دیگر میگیرد این هم باشد به یاردم شما عزیزان به دعای شما عزیزان به دعای موسفیده و به دعای کمپیرای مسلمانای روی دنیا ما انشاءالله خدا خواهد به پیش رفته سادیم باز انتجا میکنیم که انشاءالله خدا خواهد یاردماتون دریغ نداره برادرها چون که اکنون ما هم نزدیک آمدیم یک روایت است از بزرگان که وقتی که میگد اندک مونت چطور خواب میراد اگه ما هم اندک مون بگیم عزیزانی من انشاءالله یعنی ما هم خواب نریم برای خدا خواهد انشاءالله آبادی مسیر همیشه حصای خدا حرکت کنیم گذاریم امید میکنیم که بعد 3-4 ماه بعد خدا خواهد مسجد ما انشاءالله فعالیت کاریش خدا خواهد سر میکنه دیگه امید داریم لیکن دستگیری شما پیش رفتی ما هست عزیزانی من همیشه خداوند در امروز شما رزقای شما کسب و کارهای شما الله برکاتیت دولت‌های به شما دادی صحت بوده سلامت بین وطن بین خاندان نزد پدر و مادر نزد عائله برگشتن شما را الله نصیب بدارد ما شما را همش یک امانت به الله میسپاریم الله هیچ وقت امانت خیانت نمیکند ان الله صحت روی با سلامت الله سبحانه در روزهای خوب دیدار یکدیگر دیدن الله اله مناسب بگرداند در اینجا صحبت با پایان میرسونیم با یک صلوات مبارکی این یعنی اجرها را الله قبول میکند با واسطه صلوات اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه